این نوبت گروه کوری برنامه اورمون در مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت قرار دارد و به عیادت باز یک کودک جراحی شده می‌شتابد. دخترچی 7 ساله مینا جمعه‌بویوه همراه مادرش در شعبه جراحی دل بستری است. کودک مادرزاد از بیماری وزنین تتراد فالو اذیت دارد. در دل دخترچه یک بار 4 نقصان یعنی کمبودی وجود دارد. برای شفا یافتنش گذرانیدن 2 مرحله جراحی دل توصیه گشت. خوشبختانه مرحله اول جراحی با گذاشتن آناستموز سنه 27 ینوری سال 2021 در مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت با موفقیت گذرانیده شد. ارزش خراجات عملیات جراحی 14,000 سومانی را تشکیل نمود که پوره از طرف فوند خیریوی اورمون با کمک پولی مردمی سخاوت پیشه پرداخت کردید. طبق اطلاع دکتران دلشناس، عملیات جراحی دخترچه نقشوی به یگان آرزه پسی سر شد. از روز جراحی حالا همگی 10 روز سپری گشته است. کودک نزد مادرش در اتاق مقرری طبی قرار دارد و روز جوابشوی را بی‌صبرانه انتظار است. مادر دخترچه استقامت کننده شهر پنجکند ریحانه جمعه‌بویوه میگوید که پس از گذشت مرحله اول جراحی علکه کبودی‌های لب و ناخن‌ها پست شده. کودکش اندکی قوت گرفته است. تا کبودی‌های دستش من گم شد و رمش هم گشت است. مایده گم شد است. میبرود میترود از خودش بیمالول میبرود میترود. اون وقت میبرومد گشت درامده نمیتونست. از رو شک میبرود میترود. کبود بود ورم داشت نگوی ناخونش دست پاش لباش کبودی داشت. نه لباش هم کبودیش خدا رو شکر گم شد. حالتش بد بود کودکم. آیسته نفسش گشتن گرفت ناخونش کبود شدن گرفت. اینا دکتر گفتن که لچینی فایده نداره تنها یگان راهش اپراسته گفته بودن. بسیار عذاب داشتن. راه کند در راه میرفت و نفسش میگرفت میشیشت. هم هزار رحمت شما بسیار عذاب میکشید. و بشه همین سال آخر دیگه امیدم از دست دادگی بودم. من 2 فرزندم هست. این فرزندم فرزندی کلانی مکتب میرد نه از خدا رو شکر و این هست. ما پنجکند به زندگی میکنیم. داداشم شرایط نبود. کار چی بود کارشون آخی کاری وای نداشتن نغز نداشتن. هم به نتونستیم خدا رو شکر همش ناز خوش رو نگاه میکنن همش ناز خدا رو شکر. ما 1.5 هفته شد امروز خدا خواهد جواب. من این طرف پشت کردگی امروز خدا خواهد میکنم کوکش. هم به رحمت همین مردم خوجند بود هم ماشون به رحمت و بخش من بار اول خوجند دوستم آدم دوست هم آتون به رحمت هم مردم به شما هم به دخترایم و هزار رحمت شما و از این تو آسمان منت دار. هزار رحمت هم به رحمت. خدا رو شکر پرستی هم نقص گذشت. اینم نقص تپ نکرد تیز نقص شد. هم به دخترایم به رحمت شما هم به رحمت. مینا در اویله یگانه دختر و کودکی از همه خورده است. از این سبب برای والدینش شیرینک و دلبر است. در پیش پس از گذشت 1 سال دخترچه را باز یک جراحی مرکب و گشاد دل انتظار است. لیک مادرش روی افتاده نیست. پس از اشتراک در برنامه خیریوی اورمون در دلش امیدی نیک پیدا شده است و امیدوار است که در آینده کودکش پوره شفا یافته حیات سالم به سر میبرد.